شما کلمه جین در انگلیسی یعنی جن. و اینکه این فرد کیست، اسمش چیست، بچه کجاست. خب این خانم چی میگه؟ سامان اینو میشناسی؟ این خانم رو من واقعا نمیشناسم قیافش، ولی آشنا میزنه یه ذره. فکر کنم از فامیلای احمدی نژاده. اینهاش شب دوشنبه بود که تاکید شده بود اگر که فرزندی در این شب در حقیقت بعد اول وجود او شکل بگیره و نطفه حقیقی او شکل بگیره، این فرزند به گونه‌ای هستش که در بالاترین حد از رضایت از خداونده. آها. شب سه‌شنبه ویژگی خاصی که داشت این بود که شهید پروری میکرد. راست میگی؟ وقتی میگید که شب سه‌شنبه منظور از چه ساعتی تا چه ساعتیه؟ آقا تو چجوری به خودت اجازه میدی که بیای مثلا شب پنجشنبه طبق نظر اهل بیت علیهم السلام در حقیقت ویژگی که داره اینی که فرد رو در زمره دانشمندان قرار به ما میگن گاگول. ما اینجا نشستیم گاگول. گاگول نمیدونی یعنی چی؟ سامان اون فرهنگ دهخدا رو بده. اینم فرهنگ دهخدا. من الان بهتون میگم که در آیه دهخدا به گاگول یعنی چی. ایشون میفرماید گاگول یعنی ابله. خیلی زودم پیدا کردم اینو. گاگول یعنی ابله، یعنی ما همه به قول آقای دهخدای مرحوم گاگول فرض شدیم، چون روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگی که داره اینه که فرد بیشترین دوری رو از طول موجهای شیطانی خواهد داشت. باید باور کنیم دیگه، چون این خانم هم اینجوری به ما. شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد. هنوز حرف میزنه؟ و روز جمعه بعد از عصر ویژگیش این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه. و اینکه این فرد کیست، اسمش چیست، بچه کجاست. یکی دیگه هم هست که من اصلا نمیشناسم.